کنشگری مهمترین اصل توی بازیگری. اگه یاد داشته باشی از این استفاده کنی، همه چی برات خوب پیش میره. بازیت خیلی پیشرفت میکنه. هملت خودشو به دیوونگی میزنه. همه کاراکترها دو به شکن که واقعا دیوونه است یا نیست. اما اگر به نتیجه برسن یا اون کاری کنه که به نتیجه برسن، از کنش در میاد و به واکنش میرسه. آشپزی که در یخچال رو باز میکنه، با چاقو سبزی پاک میکنه و عصبانیه. یا کسی که یک کاری میکنه طرف هرس بخوره، طرف تو رو بزنه ولی تو نمیزنیش، واکنش نشون نمیدی. تو اگه واکنش نشون بدی تموم میشه. از این کار اومدی بیرون. مثلا به یکی پول قرض دادی، هرسش میدی که پول نداره، ولی اگر پول رو به تو بده، واکنش داده و تو از کنشگری اومدی بیرون. یه تمرین. تو زدی یه نفر رو کشتی، کارگاه میخواد بفهمه که کجاست، جنازه کجاست، و تو جوابی بهش نمیدی، فقط هرسش میدی. من اگه بودم فقط بهش میخندیدم به هر سوالیش. شما چطوری کنشگری رو انجام میدادین؟